الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا. فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درو یادداشت حدیث میخونیم از حدیث هایی که در شأن جهاد وارد شده است ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بعدا ان شاء الله صحبت بر برادران میتیم صحبت کنم. این حدیث ها را دو شب بسیار تکرار کرده با شما خوانده بودیم و یک حدیث دیگر این حدیث خواندگی نیستیم. انشاءالله این حدیث هم این باوری دارم که بسیار از شما شنیدگی هم نیستین، شاید بسیار تا 90% خطا نکنم اگر یک بار میشنوین انشاءالله. زیرا اینکه دشمنان اسلام این احادیثی که در فضل جهاد وارد شده است میپوشانند، نمیگذارند که بندای خدا چیکار کنند، خبردار شوند، اطلاع پیدا کنند تا اینکه ذوق و شوقشان به سوی جهاد باز زیادتر شود. بنابراین از علمای سو، علمای بدبخت، علمای حق میپوشاندگی این حدیث ها را نمیخونند تا اینکه جوانا بفهمند، جوانا بشنوند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفته در فضل جهاد. یکی از این حدیث ها این است که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعثت بین یدی الساعة بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ذل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، ومن تشبه بقوم فهو منهم. امام احمد در مسندش روایت میکنه. این حدیثی صحیح است که در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، گفتند که ما فرستاده شدگیم به نزدیکی قیامت، یعنی بعثت بین یدی الساعه، یعنی ما پیغمبری هستم که فرستاده شدم به نزدیکی ساعت، یعنی به قرب قیامت ساعت ما فرستاده شدم. در حقیقت همین است که پیغمبر خدا آخرین پیغمبری است که چشتگی است، فرستاده شده، مبعوث شده است که به قیامت از دیگر پیغمبرها به نسبت به دیگر پیغمبرها پیغمبر خود نزدیکتر است. بنابراین پیغمبر خدا گفت که بعثت بین یدی الساعه بالسیف، یعنی من فرستاده شدم به قیامت نزدیکتر. فهمیده برادران؟ حتى يعبد الله بعثت بين يدي الساعة بالسيف فرمش كاتم بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف، فرستاده شدم به نزدیکی قیامت به شمشیر. بچی؟ چوه اینا نمیگن، چوه اینا پنهان میکنن، چوه اینا در مردم نمیگن، بالسيف و به شمشیر. برای چی؟ برای چی فرستاده شد به شمشیر؟ این شمشیر دستور میکنه حتی یعبد الله وحده لا شریک له، تا اینکه عبادت کرده شود فقط الله تبارک و تعالی. حتی یعبد الله وحده لا شریک له، الله که شریک نداره، فقط او باید عبادت کرده شود. قانون الله باید باشه، فرمان باید الله باشه، هر چیزی که باشه از الله باشه، اطاعت از الله شود، عبادت فقط الله شود. فهمیده برادران؟ حتی یعبد الله وحده لا شریک له وجعل رزقی تحت ذل رمحی. بر دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ وجعل رزقی تحت ذل رمحی، و رزق من الله تبارک و تعالی گردانده است در زیر چی؟ در زیر نیزه. وجعل رزقی تحت ذل رمحی، در زیر نیزه رزق من الله تبارک و تعالی گردانده است. یعنی رزق پیغمبر خدا به فیع میومد، رزق پیغمبر خدا به غنیمت میومد. از این معلوم میشه که پیغمبر وقتی که به غنیمت بخره، روز سالانش به غنیمت بگذارونه، روزش به غنیمت بگذارونه، به فیع بگذارونه، معلوم میشه که بهترین طعام کی میخره؟ پیغمبر رو میخره. همین خیر است؟ بله همین خیر است.
بنابراین پاکترین تازه‌ترین طعام چی است؟ غنیمت است. از این معلوم میشه که پاکترین طعام کی خود است؟ پیغمبر خود است. بنابراین معلوم میشه که پاکترین طعام چی است؟ مال چی است؟ مال غنیمت است. بنابراین پیغمبر خود گفت که وجعل رزقی تحت ذل رمحی، و رزق من چی شده؟ در زیر شمشیر شده. در زیر چی؟ در زیر نیزم شده. تیر نیزم روحی. زیر چی؟ زیر تیر نیزم. در دوام حدیث پیغمبر چی خدا چی گفتند؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، و گردان الله ذلت و خوری را برکتی که مخالفت میکنه امر مرا. وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، هر کسی که مخالفت میکنه مرا او کی است؟ هر کسی که امر مرا مخالفت میکنه، هر کسی که با سنت من مخالفت میکنه، هر کسی که طریقی که من گرفتم شمشیر را دستم گرفتم، نظر با دستم گرفتم، دین پیش بردم، اگر کسی که مخالفت کنه مرا در همین چه ذلت خوری چی انتظار شد. الله ذلت خوری را برای آماده کرده. و جعل الذلة والصغار على من خالف امر. امر پیغمبر خود چه است؟ غنیمت گرفتن، بچی با شمشیر نصرت دادن، بچی با نیزه و با شمشیر. فهمیده برادران؟ در دوام حدیث پیغمبر خود چه گفت؟ و من تشبه بقوم فهو منهم. این حدیث ایجاش بسیار فهمیدگیم. آخر حدیث بسیار شنیدگیم. برای چی؟ آخر حدیث همه گیرن قایچی کدام میخونن، اول شما میخونن. حدیث بسیار شنیدگیم. و من تشبه بقوم فهو منهم. و کسی که به تشبیه میتونه کدام قوم او از همون قوم است. رواه احمد. فهمیده برادران؟ این چی میگن؟ این یکم حدیث بود که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت بگه. این بسیار علما شرح میگن، شرح بهترین میگه است. ما مختصرا در شما گفتیم. و حدیث دیگه چی است؟ حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بود که سبب خوری و ذلت ما چی است؟ ترک جهاد است. سبب خوری و ذلت ما چی؟ ترک جهاد است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بود إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى ترجع إلى دينكم، حتى ترجع إلى جهادكم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی که شما معامله کنین با معامله ربوی، اذا تبايعتم بالعینه، خاطر ربا بگیرین. بیز بعضی شارحای حدیث تفسیر کردن به چی؟ شرح کردن همین حدیث به چی؟ اذا تبايعتم بالعینه را بیزنس هم گفتن. فهمیدی؟ فقط نیست که ربا نکنید. اذا تبايعتم بالعینه، خب بیزنس میکنید، خب ربایی میکنید. اذا تبايعتم بالعینه و اخذتم اذناب البقر، و دمای گوتون گرفتین چوپانی کردین. اگر خودی چوپان که نباشه معنی اون نداره که چوپان است. یا اینکه چیکار کنین؟ چقدر کنین؟ یا که توالش شویی کنین، یا که از کفای همین کار دنیوی برین، چی میشه عاقبتش؟ پیغمبر گفت این حدیث رو وجه نکنین. این حدیث رو علما نمیگن. این حدیث رو بشنوین. اذا تبايعتم بالعینه و اخذتم اذناب البقر و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. کاینه برداره. میگه که چی میگه؟ وقتی که با اینا با ربوی با بیزنس شقه شدین، از عاقبی بیزنس رفتین و چیکار کنین؟ دمای گوت رو گرفتین، چکری کردین، گشتین، از عاقبی دنیا شده و ترک جهاد کنین، چی میشه؟ سلط الله علیکم ذلا. در الله بر سر شما چیکار میکنه؟ ذلت خوری را میاره. چیکار میکنه؟ ذلت خوری را میاره که او سبب این ذلت خوری از چی است؟ سبب در چی است که هوزی ما حال ما نمیبینیم؟ انا حالی که پیغمبر خدا است که ترک جهاد کردن، انا ذلت خوری است. او برو نداریم، یگون مایده حیبت نداریم، یگون مایده احترام نداریم، یگون مایده گپ مون در نفسی ما نمیگذره. ما کجا برسه رای تواوید ده کافر ده گپ مون در هیچ کنه نمیگذره. همین خیلی فقیر، همین خار و ذلیل شیدگی هستیم که یگون کس یا مایده حیبت نداریم، یگون کس بگیم نمیترسه ایمان. همه چی است سبب ترک جهاد است که پیغمبر خدا گفت سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه. گفت ذلت در سر شما میاره، همون ذلت از سر شما نمیبره. واه بچه سبحان الله، وقتی که نبره چی میشه؟ لا ينزعه. چکو کی بر ذلت از سر ما میره؟ کی میره؟ الله میگه که نمیگیره از گردن شما، از سر شما ذلت خوره نمیگیره. لا ينزعه. کی میگیره؟ حتی ترجعوا الى دینکم، تا وقتی که با دین توبه میگن. ای جهادکم. دین جهاد است. دین چی دین وقت جهاد است. یعنی که دین گفت همین معنی را داره که همین جهاد خودش دین است. جهاد هست دین است. جهاد نمیشه دین است. فهمیده است برادر؟
فهمیدین؟ حتی ترجیع دینکم گفت، حتی ترجیع ای جهادکم. تا وقتی که در جهاد برنگشتیم خوری و ذلت از سر ما الله تبارک و تعالی دور نمیکنه. اسم مسلط شدن کفار غربی و شرقی و صلیبی و دیگه همش چی هست؟ عیبشونه. عیبی کی؟ عیبشونه. برای چی عیبی ما هست؟ برای که ما ترک جهاد کردیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله یگان قومی را خود بخود تغییرش نمیده تا وقتی که قوم خودش تغییر کنه. الله چیکار میکنه؟ با کمکش میکنه. فهمیدین برادر عزیز؟ این چی بود حدیث دین بود. این حدیث شاید همه شنیدگی باشیم برادران، شاید از دیگه برادران شنیدگی باشیم، اما حدیث تیم وارد داره که شنیدگی نیستیم، اکثر شنیدگی نیستیم. این ما بگم حدیث تیم که این چونین احمد در مسندش روایت میکنه با حدیث صحیح است، حدیث حسن صحیح است که دیگه بسیار روایت و بسیار طرق قطعی بسیار لفظ قطعی روایت شده است، یک دیگرشون قوی میکنه با سند بچی با صحت و صحیح نرسه سندش. در این حدیث چی گفته است؟ از بشیر ابن خصاصه از پیغمبر خدا روایت میکنه. حدیث بشیر ابن خصاصه گوش کنید برادران که حدیث یکم بار نشنوید. عن بشير بن الخصاصة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه. بشير بن الخصاصة چی میگه؟ خودش گفته میگه اومدم پیش پیغمبر خدا تو اینکه بیعت شدیم. خب بچه چیگه باشه وقتی که پیغمبر خدا چیکار میکنه؟ پیغمبر خدا و غزوه میره بیعتی اومد است لأبايعه چون تو اینکه بیعت شد. فاشترط علی پس ما شرط گذاشت میگه. بشیر ابن خصاصه میگه که پیغمبر خدا ما میخواستیم که دست بگیرم دست مبارک شه پیغمبر خدا بیا مطلب بیعت دست بگیرم باز گفت این بیعت شرط شروع داره. چی باشه شرط شروعش؟ فاشترط علی برما شرط شروع. این چیه؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. یکم چی؟ شهادت دادن این که الله نیست معبود بر حق مگر الله و این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است و رسول است. این شرط چی بود؟ شرط یکم. قبول داره بشیر ابن خصاصه قبولش کرد؟ البته قبول میکنه. کی قبولش میکنه؟ او سنه کرد قبولش میکنه. فهمیده برادران؟ این شرط یکمش بود پیش بیعت کردن. دوم چی گفت؟ و ان اقیم الصلاه و ان اوتی الزکاه و ان احج حجه الاسلام. دیم شرط است. خود برادرایی که اینجا هستیم، برادرایی که در عراق هستیم، در موصل هستیم، در رقت هستیم، در همه برادرایی که از تمام کجایی که نباشه برادرایی که مجاهد در کجایی که نباشه این حدیث هم شما برادرها بسیار اهمیت که بسیار حدیثی که است مهم است که شما باید بدونید. برادرایی که در سنگ هستید شما گوش کنید برادران. پیغمبر خدا بشیر ابن خصاصه آمد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا اینکه بیعت کرد. پیغمبر خدا گفت که بیعت به شروط نمیشود. پس گفت که من شرط گذاشت. یکم شرط این که شهادت بده به این که الله شهادت بده که الله نیست معبود بر حق مگر الله و این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده او و رسول او است. دیم شرط چیه؟ و ان اقیم الصلاه نماز بخونم. و ان اقیم الصلاه چیکن نماز بخونم. اقامت کنم نماز در مسجد. و ان اوتی الزکات و چیکن نماز زکات کنم. چیکار کنم؟ ان اوتی الزکات و ان اوتی الزکات و چیکن زکات کنم. شرط دین این شرط سیمه زکات. فهمیدید برادر؟ و ان احج حجه الاسلام و چیکار کنم؟ حج کنم حج اسلام. شرطی چی است؟ شرطی بیعت دست بشیر ابن خصاصه. چهارم چی؟ و ان اصوم رمضان چیکار کنم؟ رمضان چی؟ روزه بگیرم. همین شرط پیغمبر خدا در بشیر ابن خصاصه دست و ان اصوم رمضان. چهارم چیکار کنم؟ رمضان را چیکار کنم؟ روزه بگیرم. و ان اجاهد فی سبیل الله. پنجم شرطی و ان اجاهد فی سبیل الله. تا این و این پنجمین که جهاد کنم در راه الله. بیعت دست با شرط نمیشه تو جهاد کنم در راه الله. فقلت میگه که بشیر ابن خصاصه چی گفته است؟ گوش کنید چی گفته است. فقلت یا رسول الله اما اثنتين فوالله لا اطيقهما اما اثنتين فوالله لا اطيقهما. سبحان الله. بشیر ابن خصاصه میگه چی میگه؟ فوالله یا رسول الله اما اثنتين فوالله لا اطيقهما الجهاد والصدقه. ای پیغمبر خدا اما این دشه این دتایی که پنج تا گفت دتش زور نرسیده است دتش تنگ اومده است دتش مرا وزنی که است چیه؟ قسم خورده است. فوالله من قسم به خدا وزنی که است طاقت ندارم.
کدوم همین جهاد صدقه شه زکات بودن قد ندارم و جهاد شم قد ندارم همین تش مرا فهمیدی که تمام مسلمان ما نماز میخونم روزه میگیرم حج میکنم شم میکنم نکی همین صدقه و جهادش مرا فهمیدی که است شاید کم بغل بده شورا همون صدقه الله شه از کار نکنه نکی همین جهادش کو از منش کیسه گفت جهاد گفت مرا چی است جهاد مرا هو از مینه قدم صدقه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده پیغمبر خدا دستش کو کرد وقتی دوزگی بود بیعت کنه خیمه شوا دست میتی مقبینه که مقبی دست فهمیدی دست مقبی دیگه بیعت پیغمبر خدا دستش قبیدگی بود فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها دست پیغمبر خدا بیعت بود کشید گرفت این بچه این جهاد صدقه نکنه این چی کشید دست گرفت ثم حركها دست گرفت تکون داد چی گفت وقال پیغمبر خدا چی گفت لا جهاد ولا صدقه لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا لا جهاد ولا صدقة تنبيه عديد إن كل كذا متساعد شيء لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا شيء شوفي جهاد نمتني وصدقة نمتني زكاة نمتني يعني فبما تدخل الجنة إذا بعد بتشيد الجنة بدون تربوشة معلومات يخي ثاول ذي استيفون ثاول ذي ساعد فبما تدخل الجنة إذا بعد جنة شو ندرو تبى تشا كذي بكير جهاد أو كارتو بقول ما جهاد وازمين كذا شو ده جنة ندرو باشير ابن خاصة وقت كي الشنيد دیگر دید که اگر راهی نیست غیر از اینکه بیعت اشتیا بچی با جهاد و صدقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چون که روزی داد قلت یا رسول الله انا ابايعك یا رسول الله انا ابايعك گفت ما پیغمبر خدا بیام بیعت میکنم ما بیعت میکنم جون فی دوم شوا تو بو خلاف ذاك بریدم جون فی دوم شوا انا ابايعك فبايعته عليهن كلهن رواه احمد في المسند میگه بچو کردم بیعت داد میگه دست گرفت میگه همه پنج تا دیگه 5 تا 6 تا همه میگه بیعت داد میگه دست گرفتم دست گرفت میگه روزی شدم فهمیده برادر روزیش میگه بیعت دادم از این معلومه شد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت میداد بچی جهاد دادن اسلام قبول نکردن بیعت میدادن بچی به جهاد این برادران که این حدیث را میپوشونند دشمنان اسلام تو اینکه بندای خدا موحدین نفهمند نشنوند تو اینکه چی نکنند جهاد نکنند اینا را نمیگن تو نه فهمیدین برادران بنابراین پیغمبر خدا میگه چی میگه لا جهاد ولا صدقه وقتی که گفت جهاد صدقه ما مضمونه گفت جهاد نباشه صدقه نباشه فبما تدخل جنة اذا با چی میری جنت خیلی بشه این جنت است نیست که دیگه بدرو برای بر نماز روزه خونه روزه گرفتن خاطر چی با چی نمیدونی جهاد نکنه که در حالی که والله علم شد جهاد فرض عین الله فرض عین شو دیگه پیغمبر قبولش نمیکنه کسی که جهاد نکنه بنوی کبیره به دستور میشه شاید فرض کفایه بود که بیعت کرد با چی با جهاد قبولش نکرد بیعت کرد تو وقتی که چی تو وقتی که جهاد صدقه را بکنه نگیره ببینید برادران که پیغمبر خدا امتاش دوست می‌داره که چوکنه بیعت میکنه با جهاد هم بیعت کنه و صدقه بیعت کنه و هر کسی که جهاد چی کنه که بیعت نمیکنه اسلام قبول کرد ای پمیکش ای ذهنش گرفت او دلیل کرد جهاد این پیغمبر خدا بیعت نداره قبولش نداره فهمیدید خیلی امت بیزاره این پیغمبر خدا صحابه را دست ترک کرد دست گرفت تکون داد نمیکنه دست رو بگیر نمیکنه خیلی سه چیز خالیه شهادت میگفته نماز میخونه روزه میگرفته حج میکنه تمام روزه میگرفته حج میکنه تمام جهاد صدقه نفی دیگه چیکارش میکنه دیگه همین جهادش نباشه دیگه چیکارش میکنه دست کار پیغمبر خدا گیر دستش نگفت که خیلی چرا خیلی نماز صبر بکنه برای مامو زکات تبته بس ترا برای روزه تبگی جا چه خیلی جام نداره خیلی آزارداری خیلی نگفت دست کار گیر نه باید که گفت چی جهاد کنی جنت نمیداره گفت بچی دارم نمیداره معلومه که جنت اومدن با همچین بدرسه با جهاد بده خلاص برادران بسیار صحبت کردم ان شاء الله برادران این همین چیزا بگیریم برادران دیگه برادران مون گوش کنن حدیث را در دیگه برادران مون گوش کنن تا اینکه از این سه حدیثی که خواندیم استفاده برام دیگه برادر زیرا اینکه بسیاری از برادران از این حدیث به خبر هستند و نمیدونن و کسی هم به آنها از این احادیث اطلاع هم نمیده خبر هم نمیده و نمیگن بنابراین امانتی که گرفتین و دیگه برادران برسونید که برادران استفاده برند وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الله تبارك وتعالى بگفتگیمو به همه ما و شما عمل کردن نصیب بگردونه و در دین ثابت بدن ثابت قدم بدن الله نصیب بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.